سلام دوستان گرامی، زبان آموزان ارجمند. یکی شما رو با افیر نوبتی امروزه New Grammar Time 1 Lesson 15 زبان انگلیسی درس 15 هم خوش آمدید و خیر مقدم میگیم. خب محمد یعقوبوف بوکسینگ اسفاره یکم لایک. تشکر زیاد برادر محمد جان، سلامت باشین، منتدار هستیم. یک لحظه ما کتاب بکشویم تا دوستان جمع شدن. برادر محمد شما دارین؟ خوبین؟ کاراتون نقض پیشروی هست؟ که برای درسمان افیر داشتم، افیر من کشتم خوب کنم. فهمم مایلش. رحمت، تشکر برای دستگیریتون. محمد یعقوب رحمت اکا، همش خوب میشه و سلامت باشین. سیمپل من سلام علیکم استاد، دیوم لایک. و علیکم سلام، تشکر برای لایک، خوش آمدین. یک لحظه من یک کمی دیرتر شروع کردیم امروز، کتاب رو تا حال نکشودم. کتاب رو بکشویم حاضر. کامل زنده باشد. Özcan Niyaz, selamun aleyküm Mustafa abi. Aleyküm selam. Özcan Bey, nasılsınız? İyi misiniz? İşler nasıl? Hoş geldiniz. خب کی باشد؟ کتاب رو شدیم. Özcan Yaz, hoş bulduk abi, çok şükür, elhamdülillah. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür, çok teşekkür ederim. İyiyim elhamdülillah. Muhsin Ahmedov, selamun aleyküm selam. Hoş geldin Muhsin Ahmedov. اینا که اومدن افیرتون مده. اینا که اومد افیرتون مده. فهمو باز به یک برنامه دیگه افیر کرستیم. شاید مشکل در برنامه بداره.
خب دوستان گرامی آغاز میکنیم. آواز چخیلی شما در آواز اگر آواز خوب نباشه مورد خبر کنین. سیمپل من همینجا هستین. محسن احمدو خیلی خوب. خب بهترین آواز خوب باشه شروع میکنیم. خب درسی 15 هم است از معذرت زیاد. درسی 15 هم است از سلسله درس های انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1. خب درسی گذشته درباره چی گرفته بودیم؟ جانشین های اشاراتی را گرفتیم همخیلی و سوال های کلمه های سوالی what is what are is گرفتیم. خب prepositions of place رو نیز گرفتیم و این تمرین ها رو کار کردیم. بله خب اکنون موضوع درس امروزه گاتویم دوما. سلام علیکم و علیکم سلام، خوش آمدین گاتویم دوما. موضوع درس امروزه پوزیتیو ادجکتیوز است، یعنی جانشین های صاحبی یا که جانشین های ملکی بگیم. اگر جانشین های ملکی معذرت دوستان کمی کلانی بد شد. خب positive adjectives در زبان انگلیسی معنای جانشین های صاحبی، جانشین های ملکی رو دارن، اما از روی کلمه اگر ترجمه کنیم positive ملکیت رو میگن، ملکیت، صاحبیت. adjective صفت می شود. اگر خیلی ترجمه کنیم می شود صفت های ملکی، یعنی صفت های صاحبی. اما در زبان تاجیکی فکر میکنم چنین اصطلاح نیست که صفت های ملکی یا که صفت های مثلا صاحبی. مثلا در زبان تاجیکی جانشین های صاحبی است، جانشین های صاحبی یا جانشین های ملکی. خب میرویم سراغ رسم یکم. در رسم یکم نگاه کنیم. اگر در اینجا زوی میگه Hello, I am Zoe and this is my class DVD. This is my classroom. میگه سلام، من زوی هستم و این صنفی DVD من است. یعنی مثلا هست که در مکتب ها مثلا صنفی فیزیک، صنفی زبان، صنفی مثلا ادبیات هست. خب در مکتب یا یک صنفی بوده است نامش مثلا DVD. شاید که در اون صنف تنها برای تماشا است مثلا. و در اینجا میگه که این صنفی DVD من است. This is my classroom. این صنف خانه من است، یعنی صنفی من است. مثلا classroom صنف خانه می شود. و رسم دوم رو نگاه کنیم. در رسم دوم میگه and this is our teacher. و این معلمه ما است. خب دیگه در رسم که زن هست معلمه ترجمه میکنیم. teacher یعنی آموزگار، معلم، معلمه. Mrs. Brown نامش یعنی براون بوده است. Mrs. خانم می شود، خانم براون. و در اینجا توتی میگه where is her head. Where is her head. Where is
her head یعنی سری وای در کجاست یعنی در چیز دیار باشه اگر خب این فکر میکنم که جوگیر است این رسمی ما اینو در زیر ماندن در کار تا که بالا نمایان باشه خب یعنی سری وای در کجاست توتی میگوید سری وای در کجاست خب رسمی سیوم در میگذاریم در رسمی سیوم میگوید this is my friend این دوستی من است Dev یعنی Dev یعنی دوستی من است و در اینجا باز توتی میگوید where are his eyes یعنی چشمان وای در کجاست در رسم چهارم باشد میگوید this is my parrot کورکی این توتی من کورکی است یعنی توتی من است نامش کورکی و توتی از جایش میپرد و میگوید که where are my legs یعنی پایهای من در کجا هستند it's a terrible DVD میگوید این یک DVD وحشتناک است وحشت آور است یعنی terrible گفته وحشت آور وحشتناک دهشت انگیز خب به معنای همین ها می آید خب where are my legs it's a terrible DVD این یک DVD وحشت آور دهشت آور است خب مهر مادر السلام علیکم و علیکم السلام استاد سازن خوبین شکری خدا خوبم تنجم گاتویم دم مهر مادر خوش آمدین مهر مادر خب میگذاریم با این جانشین های صاحبی چگونه که در بالا ترجمه کردیم جانشین های صاحبی خب در طرف راست شما جانشین های شخصی رو میبینین personal pronouns جانشین های شخصی در طرف چپ باشد possessive adjectives یعنی جانشین های ملکی جانشین های صاحبی یعنی مثلا کتابی من یا که از آنی من از آنی تو از آنی وای انا همین ها رو به زبان انگلیسی هست مثلا خب اول personal pronouns رو میخونیم جانشین های شخصی رو I من you تو he وای she وای زن he وای مرد she وای زن it وای آن او برای غیر انسان ها یعنی هم برای حیوان ها هم برای اشیا استفاده میشد we ما you شما they آنها خب در اینجا you و you دو بار ذکر شده است یک بار به معنای تو یک بار به معنای شما یعنی در هر دو صورت یک خیل نوشته می شود هم you هم در جایی که معنای تو را دارد you میاد هم در جای معنایی که معنای شما را دارد you میاد در زبان انگلیسی کلمه تو هست اما استفاده نمی شود این زمان یعنی این زمان تماما استفاده نمی شود ولی زای نام دارد زو خب اما استفاده نمی شود این چیز این زمان خب اکنون possessive adjectives رو میخونیم جانشین های ملکی جانشین های صاحبی my از آن من your از آن تو his از آن وی مرد her از آن وی زن it از آن وی یعنی مثلا حیوان باشد یا که اشیا باشد خب it عادتا در حیوان استفاده می شود مثلا برای وقتی بگیم که مثلا این از آن وی پرنده است یا سگ است یا مثلا یک خانه سگ باشه اگر میگم که this is it یعنی این از آن وی است یعنی این this is it یعنی این از آن وی است وی کی رو در نظر داریم یعنی همون حیوان در نظر داریم که شاید در پیشمان مثلا استفاده our از آن ما our از آن ما your از آن شما their از آن آنها یعنی از آنها اما وقتی در زبان تاجیکی مثلا ما نمیتونیم بگیم که مثلا کتاب از آن من است میگیم که کتاب من my book کتاب من یعنی با آوردن بندک اضافی یعنی ای معنای چی رو میدهد همین جانشینی صاحبی رو میدهد مثل اینکه در زبان تاجیکی در زبان انگلیسی میگیم my book کتاب من
your house خانه تو. his cell phone یعنی تلفن دستی وای. her cycle یعنی دوچرخه وای. its house خانه وای. all home خانه ما. your room اتاق شما. their خب their notebook مثلا دفتر اونها. notebooks اگر جمع شد بیاره مثلا دفترها چون که their آوردیم. their notebooks. خب در اینجا نگاه کنیم در درون این چهارکنجهش بگیم یا که در درون خط مثلا میگه که always use a noun after a possessive adjectives. بگه همیشه استفاده برده می شود اسم بعد از جانشینی ملکی. اسم همیشه بعد از جانشینی ملکی استفاده می شود. چه مثال شخص آورده است. This is my classroom. This is my classroom. این صنفخانه من است. This is our teacher. This is our teacher. این آموزگار ما است. معلم ما است. نگاه کنیم در اینجا classroom. classroom چی است؟ اسم است و teacher اسم است. هر دو بعد از جانشینی صاحبی استفاده شده است. یعنی my our جانشینی صاحبی است. classroom teacher اسم است. اینها هر دو بعد از جانشین های صاحبی استفاده شده است. اما در زبان تاجیکی مثلا اسم در اول می آید جانشین صاحبی در آخر می آید. مثلا کتابی من کتاب در اول آمد. کتابی من دفتری من خانه ما. یعنی اول اسم می آید بعداً چی می آید جانشین ملکی. یعنی یا کتاب از آن ماست مثلا میگم اگر کتاب از آن ماست دفتر از آن ماست دفتر از آن من است مثلا جانشین صاحبی در آخر میاد. اما در زبان انگلیسی اول جانشین صاحبی میآید بعداً اسم میآید. خب possessive adjectives یعنی همون جانشین های ملکی. خب وقتی تمرین کار کنی آمد read, choose and write. بخوان و انتخاب کن. بخوان انتخاب کن و نویس. your یعنی در بین قوس نگاه کنید ضرب دو آمده است یعنی دو بار استفاده می شود. در همین تمرینی که عین زمان ما کار میکنیم دو بار استفاده می شود. your our یک بار his her دو بار my دو بار. خب بازی ما یک قلم بگیریم برای نوشتن. خب در رسم یکم نگاه کنیم میگه Hi, my name is Brain. What's your name? Hi, my name is Brain. What's your name? سلام نام من برین است. نام شما چیست؟ خب در اینجا چی می‌نویسیم؟ در اینجایی که Hi پایان در مشک نمایان نیست نه؟ نمایان است. خب در اینجا چی می‌نویسیم؟ Hi خب simple man همینجا هستین. my بله my میاد در اینجا my بله hi my name's Vicky my name's Vicky. Hi, my name's Vicky. خب واقعا کلام میاد اول جمله است. Hi, my name is Vicky. خب رسمی دوم در میگذاریم. در رسمی دوم میگه these are. خب these are در جای خالی چی می نویسیم؟ These are. خب simple man my نوشتن. These are my. بله these are my friends. خب دومش her names Zoe. بله her names Zoe and خب سیوم and
خب سیمش در چی میاد؟ یکم my hair سیمش his his نوشتین بله his میاد his name's Dave. حالا چی his آمد در اینجا؟ به خاطر که Dave مرد است به همون خاطر Dave آمد و در اینجا hair آمد به خاطر زوی زن هست. خب میرویم سراغ رسمی دیگری، رسمی سیوم. در رسمی سیوم میگه is that جای خالی که چی می نویسیم؟ is that نقطه نقطه class teacher yes نقطه نقطه names Miss Tyler. خب در این جای خالی یکم چی می نویسیم؟ is that خب نگاه کنیم simple man در اینجا این دختری مبنگی پرسیده است سوال داده است وقتی که خب yes یعنی غالبا از کی پرسیده است؟ از برین پرسیده است. باید is that جانشین اشاراتی جانشین صاحبی دیگر باید بیاد میخونه. یعنی وقتی ما هر دو صحبت کردیم میگیم که این آیا این معلمی تو است مثلا. خب آیا این معلمی تو است؟ چه خیلی بنویسیم؟ simple من فهمم ندیدم سوالیه آوله سوالیه جمله سوالیه است your نوشتیم بله درست your is that your class teacher در جواب میگه که yes خب دیگه در اینجا نمیگه که مثلا yes he is my یا که مثلا here yes مثلا she my teacher دیگر نمیگه این گپا چی میگه بله همون جواب دیگه کامل شد. اکنون در اینجا باید چی بگه یعنی نامی وی میس تایلر است simple man here بله خب her names میس تایلر نامی وی خانم تایلر است. خب رسمی چهارم this is خب this is جای خالی که چی می نویسیم؟ goodbye Vicky goodbye brain goodbye brain. خب در جمله بالوگی در جای نقطه چی می نویسیم؟ فرهاد تیجی آمدن سلام اکا هفتم لایک و علیکم سلام خوش آمدین فرهاد تیجی تیجی. خب our خب this is our bus goodbye Vicky goodbye Brian. بله اینجا ویکی را نشان داده است ویکی در دیگر جو هست مثلا یعنی اگر این حساب کنید در این پاره هست و اینها علاقه اتوبوسشون آمد باید سوارشون بروند میگه که this is our bus این اتوبوسی ما است. this is our bus goodbye Vicky خیر ویکی goodbye Brian خیر Brian. خب در اینجا تمرین کار میکنیم تمرین رقم 5 آمدیم write questions and answers یعنی سوال و جواب ها رو نویسیم. در اینجا نگاه کنیم در تمرین رقم 5 this is our bus yes thank you for teacher write questions and answers. در اینجا ما باید که this همین جمله که اومده است یعنی جمله ناکامل نگاه کنیم علامت سوال داره رقم 1 this our classroom اینا ما باید جمله سوالی کنیم
و این علامتی که درست است دیده باشین اگر این علامت یعنی جوابی مثبت است. پس نگاه کنیم is this our classroom yes it is. خب رقم 2 را چه کار میکنیم؟ اول جمله سوالی میگذاریم، جمله سوالی ترتیب میتیم، بعدا جوابی مثبت میتیم. خب فرهاد تیجی نویسن is this our pencil case this your pencil case نویسن your بله is this your جمله سوالیه بله خود بنویسیمش is this your pencil case. خب pencil case علامتی سوال جواب yes it is میشود yes it is بله. خب رقم 3 those his glasses اینا جمله سوالی کردن در کار و جوابی منفی دادن در کار جوابی مثبت نه. خب simple man are those his glasses بله درست are those his glasses are those his glasses. خب جوابی منفیه. فرهاد تیجی is those his glasses yes he is. فرهاد تیجی are می آید are به خاطر که در اینجا نگاه کنیم glasses جمع شد شماره جمع است که simple man yes they are نوشتین شما اما نگاه کنیم رقم 3 را که crest آمدگی crest یعنی خطی crest آمدگی پس همین crest معنی را دارد که جواب باید که منفی باشه یعنی جوابی مثبت باید نباشه ما باید که با no شروع کنیم no. خب دوامش چه می نویسیم فراموش are those his glasses yes he is نه yes he is نمی شود. خب جوابی منفی باید بگذاریم چه میگیم no شماره جمع است no they aren't بله simple man بله همیشه می شود no they are not یعنی که no they aren't خب no they aren't درست. رقم 4 فرهاد تیجی no they aren't بله درست. رقم 4 that's her school bag سوال چه میمونه رقم 4 simple man is that her school bag no isn't درست is that her school bag خب جواب منفی باید باشه no it isn't
No, it isn't. No, it isn't. No, isn't. No, it isn't میشود که simple man به خاطر که school bag یعنی اشیا است. یعنی is that her school bag? No. No, it isn't. برای که در اینجا سوال درباره school bag رفته است. No, she isn't. فرهاد در اینجا سوال درباره مثلا زن نرفته است، درباره همون چیز رفته است، یعنی سومکا بگیمش. اگر درباره سومکا رفته است بنابراین باید که با isn't جواب دهیم. No, it isn't. بله درست شد. رقم 5 simple man نوشتین. Are these their books? Are these their books? بله درسته. می نویسیم شوزی. خب Are these their books? Are these their books? جواب باید ها باشد. پس جواب شما نویسگی yes they are. بله yes they are. Yes they are. Yes they are. خب خب اپای 15 آمدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و اپای 15 تشکر زیاد برای آمدنتون. یعنی 15 میگیرد. 8 لایک. تشکر برای لایک آوردنتون. ان شاء الله که خوب هستین. همه کسا سازین. شکر خدا خوبیم. تنجیم شما نغزین سازین. امروز افیر در آمدادم راستی کمی اوضاعتون گرفتگی بود. دیگه بپرسیدم که چی گپ است. شاید که موضوع مردکی نبود و خوب هم کردن که جواب ندادن. بنابراین خوب هر چیزی که باشه خداوند عاقبتش به خیر بیاره. اما کسی سوزه. سلام اپای 15. من 3 افیر در گشتم. هیچ گپ ندارد. فرهاد سلام. خوش آمدین. خب در همین جا تمرین ها کار کرده شد. یعنی 2 صفحه گرفتیم. فکر میکنم اینقدر کفایه است. و خب که ببینیم موضوع ادامه داشته باشه یا نداشته باشه. بله ادامه داشته است. 1 صفحه دیگه دارد. 1 صفحه دیگه دارد. کار کنیم یا که بس هم قبل فکرم. اینش پگاه میگیریم. پگاه همراه پوزیتیو s میگیریم. پوزیتیو s یعنی پوزیتیو اپوستروف s یعنی اپوستروف s یعنی s ملکیت میشه. اگر ترجمهش کنیم s ملکیت رو پگاه میگیریم. در همینجا صفحه 38 در قرار میکنیم. شکر مای زنه شوهرش همینجا بود. بزرگ بایزنه شوهرش همینجا بود. هیچ گم نداره. ما خودم فهمیدم که اون موضوعی هست که مربوط به ما نیست. یکون ایده خفه نیست. فرهاد جی اوکی. خب یک زن به امید سخنهای قبیح یک خیل زنها فرزندی در بطن مادرش را از دست داده است. سبحان الله. انا لله و انا الیه راجعون. همین افیرها از یک رو خوبن. یعنی بسیاری مادرای ما و خواهرای ما اقوای ما در مهاجرت هستند، در غریبی هستند. یعنی زیقیشون رو نمیفهمن. یعنی به همین مشغول میشون. قدر بگیم که شون بد حس نمیکنن. باز از یک رو دیگر نگاه میکنی. در بعض افیرها یعنی یک چند وقت پیش در آمده بودم پری دشنام و حقارت یعنی گپ های بیهوده بی معنی میرفت. از این پرو نگاه کنی یعنی خوب نیست. شاید که بعض زندگی ها را با ویران کردن هم بیره برسونه.
یعنی بعضی اویلوهای تنج آرامی که زندگی دارن شاید که در بینشون یک نافهمی پیدا شود. فرهاد تجه tomorrow continue lessons. Okay. Thank you so much فرهاد تجه. همون خیلی شده است افیر با بله متاسفانه. خب در همینجا اکتفا میکنیم. وظیفه خانگی میدهیم. طبق بعضی از دوستان بعضی از برادران پیشنهاد کردن که وظیفه خانگی دهیم خوب میشود. یعنی گفتی زبان روسی که تکی تک درس رفته استن. یعنی اگر با وظیفه خانگی باشه یعنی روزش مثلا 5 کلمه 10 کلمه اگر ازیاد کنن باز این یک پلوس میشه، یک نویگری در حیات هر یک انسان میشه. اگر خیلی وظیفه خانگی نباشه هر کس مثلا اشتراک میکنه وظیفه خانگی باشه فکر میکنم بهتر میشه و پیشنهادی خوبم کردن اون برادر. مثلا اگر در یک روز 5 کلمه و 10 کلمه چخیلی که شما بخواین مثلا اگر 10 کلمه بگیرین تصور کنید که در 10 روز 100 کلمه میشود. در 10 روز 100 کلمه، در یک ماه 300 کلمه، در 3 ماه 900 کلمه. الکی این چی میگم فوند لغوی شما را، ذخیره لغوی شما را الکی خیلی بوی میکنه، در گپ زدن خیلی کمکتون میکنه. یک پنجه میگن ها راست استاد بعدش بسیار شده است. بله اولها خوبتر بودن، یعنی یک 5-6 ماه پیش، یعنی پیش رمضان حتی رمضان ده یک کمی بهتر بودن. بله اما آهسته آهسته میبینیم به طرفی بگم که ناخوبی ها رفته استیم. بنابراین وظیفه خانگی میتیم پگاه بعد از درس وظیفه خانگی رو میپرسیم. یعنی خب پگاه نبود یعنی کسی که همین درس زبان انگلیسی باشه خب پگاه باشه، پگاه روز دیگر باشه روز دیگر، در آخر افیر وظیفه خانگی رو میپرسیم و شما در کامنت مینویسین روی میکنین که همین است وظیفه خانگی. خب وظیفه خانگی نویسین art همین کلمه ها را میکوین ترجمه شه میوین. خب اگر بدونین ترجمه شه یعنی از یاد اگر بدونین چرا از یاد میکنین، اگر ندونین میکوین میوین از یاد میکنین، اگر بدونین خب بهترین. بعد از افیری زبان انگلیسی چیکار میکنین کلمه را مینویسین and و تیره میمونین یا برابر مثلا ترجمهش چی میشه و مینویسین روی میکنین. اگر کسی بخواد که واقعا زبان انگلیسی را یاد بگیره و زبان انگلیسیش به قوت شود پس باید که وظیفه خانگی را تیار کنه. سلام اکا با کی میشه همین درس ما حاضرش هر روز نیت داریم، یعنی هر روز ساعت 8 است. اما از یک کمتر فکر کردیم که اگر بشوه همین هفته به روز پنجشنبه را درس را میگم در یک هفته در یک هفته 2 بار میمونیم، 2 بار انگلیسی، 2 بار ترکی، 2 بار روسی. اما اگر دیدم که نشید حاضرش هر روز درس است. اما حاضر نامعلومه که انگلیسی میشه یا که روسی میشه یا که ترکی. یعنی فن نامعلوم است اما درس معلوم است، یعنی که هر روز ساعت 8 درس است. خب در امان الله باشین دوستان. ما اوستا رفتم دستگیری اپا و سلامت باشین. اپای 15 خوش آمدین. فرهاد تجه انت مرچه. فرهاد تجه در اینجا ننویسین، یورا در دفتراتون می نویسین، در یک جا میمونین، شاید تای سر میمونین، پوی خیسته نبود نگهش میکنین، بگید در افیر وقتی گفتیم که وظیفه خانگی تیاره میگین تیاره. انم چخیلی که وزی نوشتین انت تیره مرچه یعنی یک می نویسین، یعنی یکم کلمه انت تیره مرچه روی میکنین. دویم آرت تیره دن روی میکنین. سیوم دن روی میکنین. اوکی. خب سیمپلمن بهترین. خب اگر هم خیلی بکنیم فکر منم بهتر میشه و یعنی یک
همه استفاده میکنیم انشالله. سیمپل من استاد همو لغت ها را همشه نشان بتین یا سکرین شات شون کنیم. فرهاد جا فهمو فرهاد جا اوکی سکرین شات را یا راستی خیلی دور دور نوشتگیان. این خیلی مثلا هر یه حرف چند کلمه آوردگیم. این خیلی بنویسین شون خوب نیست. هم نوشتنتون آموخت میشین هم باز اگر سکرین شات کنیم مثلا سکرین شات شاید که بعضی ها دیگه نگهش هم نکنن یا ترجمهش نکنن. خوب اگر چی باشه این اگر پایان بیاریم ای بالا پایان میان همه ارالش میشه راستی. بنویسیم شون چی برای وارد است. در هر یک صفحه 5 کلمه جا کردگیم. بعضیش خیلی 4 کلمه بعضیش 5 کلمه بعضیش مثلا 6 7 کلمه خیلی. اگر بگیم که نه نوشتن قینه خیلی مگرم ای پگه بعد چکنیم در یک وارد الهیده همه را کپی میکنم چنین اکران توریشون میکنم و میتونین سکرین شات کنین. خب دوستان میدونن چوریوت گفتن خیلی ما پریویت میگیم hello welcome to our channel. خب thank you for coming. میشه و می نویسیم لغت چطوری لغت چی را ترجمه شه. این وظیفه خانگی ما درس تمام کردیم. شاید شما در اخیر اومده ما از این کتاب درس گرفتیم یعنی هم میخونیم هم ترجمه میکنیم کلمه را. اما وظیفه خانگی میتیم کلمه مثلا دو حرفی از دو حرف مثلا 5 کلمه 6 کلمه میتیم همونا شما مینویسین ترجمهش هم میابین. اگر بدونین خوب اگر ندونین میکوبین پگه در آخر افیر مینویسین روی میکنین. اوکی دوستان میدیا hello how are you welcome how is it going. خب فرهاد تیجی سیمپل من اگر این دو کلمه رو نوشته باشیم باز اکران پایان کنم. خب دوستان میدیا اگر نوشتنی باشن مثلا بنویسین. اگر بگم که نمو میدونیم انگلیسی را خب اشکالی ندارد هیچ گپ نداره صفحه را پایان کنیم. کسی نوشت بگه که من نوشتم صفحه را پایان کنیم. سیمپل من دوستان میدیا فرهاد تیجی. خب فرهاد تیجی نوشتم. سیمپل من شما نوشتین پایانش کنم. نوشتم خیلی خوب. خب and art airport America airport America رسوی میکراسین نهم لایک تشکر زیاد. شما در رسوی میکراسین فرهاد تیجی کانتینیو اوکی نویسین این دو کلمه دیگر را airport و امریکا. سینو امیرویچ از نامی امی کتاب یه لحظه سینو امیرویچ اکانومی امی کتاب چی باشه ای کجا بیاویمش. کتابی که درس گرفتیم کتابی که هر روزه درس گرفتیم نیو گرامر تایم 1 از اینترنت پیدا میشه. از اینترنت نویسین که نیو گرامر تایم 1 پی دی اف نویسین میبروید نیو گرامر تایم 1 این نمی کتابه نیو گرامر تایم 1. اما اگر این وارد در نظر داشته باشین کلمه را اینا من خودم نوشتگیم این در برنامه وارد. خب رسیم میکرسیم سلام پیشروی ایروی میلیون تشکر زیاد رسیم میکرسیم. خب سیمپل من پلوس موندن یعنی
نوشتن. خیلی خوب. فرهاد جی I'm right. I'm writing. اگر شما بگین که حاضر نوشته هستم I'm writing میگین. اما اگر بگین که من نوشتم I wrote یعنی نوشتم. James Bond hello James Bond welcome how are you. خب airport America ای حرفی بیرم بگیریم یا کمی 4 کلمه بس تونه چخیله. اگر 4 کلمه بس باشه بنویسین که بس های. اگر بگه که نه کمه 4 کلمه خب حرفی بیرم بگیریم. حرفی بی نمیدونم چند کلمه داره 4 5 6 7 کلمه داشته. حرفی بی 7 کلمه داره بگیریمش یا که همون 4 کلمه بس های. چخیله اختونه معقول باشه. فرهاد جی I wrote اوکی انا میخه simple man کمای خب کم باشه الان حرفی بیرم میگیریم book boy فیو سلام علیکم همه کسا سوزن خوبین معلم سوزن و علیکم السلام شکری خدا خوبیم تنجم شما نازن سوزن خوش آمدین. سینو امیرویچ رحمت سلامت باشین. فرهاد جی سینو امیرویچ اگر یکم بار باش آمدنتون ما هر روز ساعت 8 درس داریم. میتونین مرحمت بیاین یا که دوستانتون رو خبر کنین بیان به پول رایگان در خونه تون شیشتگی انگلیسی میآموزین. چی گفتین؟ این مقصدی را برای مینت نگفته هستم که مینت کنید. مقصد که فرصت های که ما در جوانی ما در این سن سالی که هستیم مثلا خواستم بود در مهاجرت مهنتی از اونی که 1 ساعت 2 ساعت وقتمون در یوتیوب یا در یگون جایی که هیچ منفعتی نیسته میگذرانیم خوب میشه که درس خونیم مثلا انگلیسی آموزیم میبینیم که بعد 1 سال انگلیسی را گپ میزنی باز شاید یگون کارهای خوبتر و بهتر پیدا کنیم. فرهاد جی 4 کلمه بس هست به فکر من. خب سیمپل من گفتم که کمای شما میگیم بس های نمیدونم چهل کنیم. فیو شکرانه خداوند سازیم. سیمپل من علیک سلامش و ساز شما سازیم. فیو بخشش دیر کردم هیچ گپ ندارد. سیمپل من پلیوس فیو بهترین معلم سلامت باشین. فیو راست رحمت به حضرت معلم سربلند باشین. Yes, lessons good. Yes, Farhad Hoca, yes, lessons are good. Are میاد verb to be. الان دوام تیم. خب الان می حرفم بگیریم. Book boy. بنویسین کلمه دیگرم. Book boy. Book boy. No problem. Thank you so much Farhad Hoca. فیو فرهاد سازین. فیو گفتستند. خب کسی نوشت خبر کنین. خب سیمپل من با فیلم نوشتم پلوس روی کردن. فرهاد اینجا اگر نوشتین تو کردین خبر ممکنه و اگر سینو هم اینجا باشن نوشتن خبر ممکنن. جیمز باند اگر بخواین نوشته باشین خبر ممکنن. وکی بدیجا جیمز باند دوستان میدیا. خوب کسی همینجا باشد نوشتن خبر ممکنن. فرهاد جی yes lessons are good. فیو دلشاد جون کجا شده باشه. سیمپل من پلیوس موندن. خب فرهاد جی شما نوشتین؟ نوشتم خیلی خوب. خب book boy box brown blue. Box brown blue. Box brown blue. Box brown blue. نوشتین خبر کنین با پویانشانی شمتین.
خب افیلم که همه نوشته همه پلوس روی کرد. خب بهترین و خب بوکس برام بلو گفتیم بارت بی بار بی بار بی بار بی فرهاد جین نوشتن سیمپل من نوشتن خب نوشته تمام. خب در همینجا درس امروزه به پایان رسید. سینا امیرویچ نوشتن بهترین. خب فردا بعد از افیر یعنی در آخر افیر باز همین کلمه ها رو میپرسیم ترجمه هاشو بیابین از یاد کنین پگاه میپرسیم انشاءالله. این هم در وظیفه خانگی. خب کسی اگر کتاب فراوردنی باشه نیو گرامر تایم 1 یعنی کتاب نیو گرامر تایم 1 یعنی یکم قسمش است. این کتاب 5 قسم دارد یعنی 5 مجلد است. یعنی خب کی باشد thank you for watching تشکر زیاد برای تماشا کردنتان و اشتراک کردنتان و از یکی شما تشکر میکنیم برای اشتراکتان. موفق و مؤید سربلند باشین. یگان 11 دانه شید از این هم بسیار شود و کم نیست. خب هم خیلی ده حرفی گرفتن میگیریم شاید که بعضی وقت زیاد شود بعضی وقت کم شود. برای حرف رو هر خیلی آورده گیم یعنی از بعضی حرف مثلا 3 کلمه آورده گیم از بعضی حرف مثلا 5 کلمه 6 کلمه 7 کلمه آورده گیم هر خیلی است. خب یگان سوال و پیشنهاد و یگان توصیه باشه مرحمت بفرمایید. اگر نباشه خب دیگه وقت شما رو از این زیاد نمیخوایم که بگیریم. سیمپل من خیر استاد مثل هر وقت موفقیت سلامت باشین. تشکر زیاد به شما نیز موفقیت آرزومندیم و در اخیر گفتنی هستیم که توفیق و رحمت به شما معلم که وقتی خود رو دریغ نمیداره. سلامت باشین. تشکر برای قدر کردنتان و در اخیر گفتنی هستیم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. سیمپل من در افیر موندگی نیستین. من دیگر از گتویم دو مرا چشک شدم و شما را فراموش کردم از یک لحظه. کانال تونه بار شویم. خب دوستان عزیز اون کس اگر کانال داشته باشه میتونیم که یک کانالشون کشیم معرفی کنیم کانالشون. اگر کانال داشته باشیم مرحمت نویسین کدام کانال داشته باشیم. فرهاد تجه خیر که شبهای خوش در پناه خدا باشین. سلامت باشین. فرهاد تجه شما در پناه خدا باشین. فیر رحمت شبهای رحمانی. سلامت باشین. به شما شبهای رحمانی
расул латипов ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Умедворам ки ҳаматон соз бошед дӯстон. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Шукри худо хубем тенҷем. Шумо назин созен. Марҳамат дӯстон, касоне ки ба канали Simple Man обуна шудан мехоҳанд, яъне канали Simple Man ҳастанд. خب فرهاد اجا اکا کانال تونا با کلا گرفتن برای رکلام کانال تونا با کانال اکا کانال تونا با کلا گرفتن برای رکلام کی با گردن گرفت فرهاد اجا سوال داشتین سوال داشتین نه و یا کانال گفتین کی پرسیدن در سرخون زبوره و یا گفتن خط کردیم و یا گفتن که یعنی اگر ویدیو کنیم خبرتون میکنیم نه که تا حاضر خبر نکردین اگر جملتون جمله سوالی باشه تا حاضر خبر ما نکردین اون کس با گردن نگرفته فقط اپای شهلا نجمیدین و شهلای نجمیدین یعنی خیلی دستگیری زیاد کردن و چند بار هم رکلام کردن چند بارها شاید 100 بار زیاد هم باشه در سابشستشون گذاشتن و امروز اپای خاصیت گفتن که در اینستاگرام خط کنید یعنی یه بار آگاه ممکنین چی میکنین در سابشست هم میگذاریم کانالتون یعنی گفتن که مثلا ما میخوایم که خیلی کانال ها را چک کنیم دستگیری کنیم اما دیگر یه کس چی نکرده سوالی расул латипов мешавад шукр як канали нав дорум муаррифиш кунед админ майлаш бифармоед кадомае бинависен роиш кунед дар коммент нависен роиш кунед фарҳод эҷа ака пухтупазои хонагӣ гуфтед гуфтам дар ин бора фарҳод эҷа фаҳмо фею Simple Man хотире ки муаллима дастгирӣ мекунӣ ва дар дарсҳо иштирок мекунӣ من اینا подписаться میکنم بهترین تشکر اپای فیو خواهر فریزه اگر نامتون خطا نخونده باشین خب رسول لطیف حالا چکنین روی کنین به خاطر بر فیلم یه ساعت همشید چون یه فیلم را میگیم خطش کنیم که وقت شما رو نگیریم چند دقیقه کشته باشیم 59 دقیقه و 34 ثانیه شد خب رسول لطیف نامش رسول لطیف با حرفای کلان صورت قرآن باز میدارم میبینیمش خیلی با بگن که همون هست یا نیست رسول لطیف расул латифов ҷаҳат ҳастай ма подписаться кардагиам ҳамия ё ки вай дига боша фею муаллим чӣ видео дора супермен ба ростӣ ма ярӯз пурсидимаш гуфтам мавзӯи видео дар кадом бораан гуфт оли аниқ накардам дар кадом бораан аммо дар экран як бор нишоншон додем видеои гуногунан фикр мекунам расул латифов не ин нест хоб ҳозир як дақиқа ку ай ҷои ҷустуҷӯ каналро интихоб кунем ку хай бинем кадомеш боша хабар мекунем ин ҳамин каналро ҳозир нишон додиста ин расул латифов бисёр дайку сурати қуръон шумо гуфтена сурати қуръон дар ҷа сурати қуръон нест дар рости ҷон ёкунен дар таҳ навиштаги ки больше нет результатов дига ягон натиҷа нест дар натиҷаи ҷустуҷӯ аммо дар ҷа ягон сурати қуръон надорад канало
расул латиф ҳамҷа ҳастем. Ягон тасвироти қуръондор наомада иҷа ва дар таҳти деста бошен агар нависага ки больше нет результатов. чикор кунем? ҳамон чӣ хеле ки шумо навиштем рӯй кардем, ман хеле копия кардам, мондум. хоб агар не дунёи ислом кубинака, дунёи ислом ҳозир, дунёи ислом ҳамин боша. дунёи ислом зиёд будааку кадомиша? расулат не чира гуфтен рости нафаҳмидам. куб биган ана кадомиша барои вақти мардумам зиёд нагирем. сурати қуръон дорад кабуд. хоб ҳамин боша. шаст як подписчик бале дидемаш. биромад ина обуна шидем. хоб дӯстоне ки айни замон ҳастанд дар ин ҷо ва шояд баъдан видеои моро тамошо мекунанд, марҳамат канали дунёи ислом навиштаги дар инҷа расул латипов варку. хоб ба ҳар ҳол ин канали бародар расул латипов аст. марҳамат касе хоҳанд бародара дастгирӣ кунанд. акмо реклама соз карда наметонем, ҳамин ха метонем да ҳамин як муаррифӣ мекунем, я мешкоем каналтона. касоне бихоҳанд обуна мешаванд, яъне касоне нахоҳанд аз дасти мо ҳечи намеояд. яъне агар оз мо маҷбурам бикунем касе бихоҳам я касе нахоҳад. фейл супермен подписатсия кардам 84 ман ҳамин бошад. 84 ман ҳамин бошад. супермен ба филм рафтам чи ё ки ҳаминҷа бошанд. хоб гапи феюра ҷавоб дем. хоб ки расул латипов ҳамин буда тамом. ба ҳамин хайрхуш кунем вала эфира қат кунем. ва дӯстоне ки агар бихоҳанд дар канали мо ҳам яке агар видеоро баъдан тамошо карданд, хуб канали мо канали дунёи забонҳо аст. якчанд забон дигем ки кӯмактон мекунем, ёдтон метем. касе хоҳад марҳамат меҳмон шавад. хоб дар ҳамин ҷа хайри хуш мекунем. шаби ҳаматон бахайр бошад. расул латипов беҳтарин бародар, ташаккур. саломат бошед. фею маълим реклама ида зиёд намешавад. ташаккури зиёд расул латипов. оли ман канали шуморо дар рекомендатсия мемонам иншоалло. ташаккури зиёд расул латипов. сарбаланд бошед. беҳтарин реклама доред маълим. ташаккури зиёд. канали асоситон ба филм ия ки расул латипов барои ада видеотонама тамошо кардагиам. дар соҳаи сохтмона ба филм бисёри видеотона мехенед. монтаж арка за 20 минут в частном доме. ҳамин видеода хтоне на? хоб расул латипов бале дуруст.
خب یک شما اگر وقت یافتین یکم سابشست و مونین خیلی خوب میشود. اگر وقت نیافتین هیچ گپ نداره. یکم کس از سابشست شما یا زبان میآموزه شما ان شاءالله که در کار خیر شریکین. درس ما به پلان رایگانن، فقط میخواهیم که جوانا باسواد شوند، جوانا یک چی آموزن، یک چی یاد گیرن برای خودشان، برای آینده خودشان. خب در همینجا خیر خوش میکنیم، چند بار میگیم خیر خوش میکنیم. خداوند نگهدارتان باشه، شب همتان بخیر باشد. ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. رسول لطیف انشالله میمونم، حتما سلامت باشین. تشکر زیاد، خیلی بهترین سربلند باشین. همه کسا خوش آمدین و همه اتان شب خوش آرزومندیم. تفیرق خط میکنیم.